ما غواص ها رو داریم. بچه‌ها کلمه غواص به انگلیسی می شود diver. غواص ها زیر آب underwater شنا می کنند. زیر آب یعنی underwater. آنها اول انواع ماهی‌های رنگارنگ یعنی colorful fish رو اطراف صخره‌های مرجانی که میشه coral reefs می‌بینند. ماهی‌های رنگارنگ به انگلیسی میشود colorful fish. صخره‌های مرجانی میشه coral reef. غواص‌ها با زندگی دریایی یعنی marine life راحت میشن. زندگی دریایی یعنی marine life. بعدش به سمت کوسه ها یعنی sharks نزدیک میشن تا آنها رو نوازش کنند. کوسه به انگلیسی می شود shark. نوازش کردن یا دست کشیدن روی بدن حیوانات به انگلیسی می شود pet. پس pet یعنی نوازش کردن یا دست کشیدن. اما این کار همیشه قابل پیش بینی نیست. قابل پیش بینی نیست یعنی unpredictable. گاهی وقتها کوسه ها رفتار تهاجمی دارند یعنی اگریسیو و سعی می کنند حمله کنند. حمله کردن یعنی attack. ولی بعضی وقتها کاملا دوستانه و مهربان یعنی friendly and gentle هستند. با وجود این خطر یعنی danger. غواص‌های ژاپنی به این کار خطرناک یعنی risky practice ادامه میدن. ادامه دادن یعنی continue. کار خطرناک یعنی risky practice. آنها هیچ وقت نمیدونن که با یک کوسه آرام یعنی peaceful shark روبرو میشن یا یک کوسه‌ای که آماده گاز گرفتن است. آرام یعنی peaceful. گاز گرفتن یعنی bite.